مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته یک سازمان تحقیقاتی که مسائل فساد در زینه‌های بالایی دولتی در کشورهای دنیا را تحقیق می‌کند، در گزارش نوشت به نام سوئیس سیکرت خبر داد که قاسم رهبر، رئیس سابق ولایت سوخت و رئیس کنونی شهر ایسار، از سال 2004 تا 2011 در حساب بانکیش در بانک کردیت سوئیس در شویتاریا 8,883,230 فرانک شویتاریا داشت. این مبلغ با قرب امروزه حدوداً 9,650,000 دلار را تشکیل می‌دهد. این معلومات همگی چند روز بعد رئیس شهر ایسار تعیین شدن قاسم رهبر رسانه‌ای شد. قاسم رهبر که تا کنون از شر این موضوع خودداری میکرد، روز 24 فوریه در مصاحبه با خبرنگار نشریه SSR جمیله حسینووا بار اول نظرش در مورد این ماجرا بیان داشت. قاسم رهبر گفت هنوز یک هفته پیش از نشر این گزارش از رقم‌های ناشناس به واسطه شبکه تلگرام به حال خانواده به برادرانم در تاجیکستان، جیان و برادرزادم که در روسیه تحصیل و زندگی میکند پیامک‌های گوناگون رسیده. طرف نامعلوم پیشنهاد میداد که برای پیشگیری از نشر خبر من این قضیه را یا شرح دهم یا پیشگیری نمایم، ولی من به همه این اهمیت ندادم، زیرا چیزی برای پنهان کردن ندارم و از کسی هم نمیترسم و در شویتاریا هم باره نبودم. قاسم رهبر در اروپا به نامش گشودن حساب بانکی را رد نکرد، ولی گفت او در این مسئله خود قربان یک تاجر قلب دست از افسر شده است. میخوام یک فکت را برای شما نقل کنم که دربارش بار نخست میگویم. در ترکت ماه اپریل سال 1997 در برابر جناب اولی در شهر خوجند من هم آسیب دیده، هم دستم زخمی شد و هم به تنم تکه‌پاره مواد ترکنده گرانات رسید. پس از جراحی یکم یک سال دیگر دستم کار نکرد و تکه‌پاره در تنم مانده، هم خونم را سرایت نموده، هم به فعالیت جگر ضرر رسانید. تکه‌پاره را نگرفتند، گفتند به فونکسی‌های ارگانیسم خلل نمیرساند ولی ابدی میماند. وزیر وقت تندرستی کشور علمخان احمدوف و دکتر شناخته سوخت ربیجانوف که مرا در این مدت طبابت میکردند توصیه دادند که به مسکو رفته از معاینه پروفسور گنرال مایور خدمت طبی یولی شپوشنیکوف گذرم. یولی شپوشنیکوف در مرکز ملی تحقیقات تروماتولوژی و ارتوپدی به نام پریور شهر مسکو کار میکرد. من طول 3 سال هر 6 ماه یک بار به مسکو رفته اومده طبابت گرفتم، ولی نه دستم خوب شد و نه جگر و نه خون تازه، نقل کرده است قاسم رهبر به جمیله حسینووا. پروفسور یولی شپوشنیکوف توصیه داده است که به یگان کلینیک معاصر اروپایی رود. قاسم رهبر از بین 3 کشور پیشنهاد شده یک کلینیک معاصر را در شهر وینا انتخاب کرده است، ولی اون وقت نه اروپا رو دیده بود و نه کارت بانکی داشت و نه صورت حساب برای کفالت و طبابت در اروپا. کلینیک اروپایی باشد بدون حساب بانکی بیمار را قبول نمیکند. قاسم رهبر میگوید خودش چنین امکانیت نداشت، ولی یک صاحبکار از افسریا که در ولایت سوخت سرمایه گذاری میکرد به کمکش رسیده کفیل او شد. رفتیم به وینا، تشخیص پوره رو گذاشته به تاجیکستان برگشتیم. اون زمان من در وظیفه رئیس ولایت سوخت کار میکردم و نمیتوانستم کار رو یک سو گذارم، اما دست و جگر همون مرا اذیت میداد. خون سرایت یافته هیچ تازه نمیشد. مجبور شدم سال 2003 با یک طبیب دیگر باز به وینا سفر کرده این مراتبه معالجه را نیز تو به آخر بگیرم. صاحبکار دوباره به کمکم آمد، باز کفیل من شد. در حالت مدوشی قرار داشتم که چند حجت را برای امضا آورد. حجت‌ها با زبان انگلیسی و نمسی بودند. من به آنها درست اهمیت نداده امضا گذاشتم و نسخه شناسنامه‌ام را هم دادم. تا جای آگاه دارم به نام من در این کلینیک صورت حساب بانکی گشوده خرج طبابتم را از پول خودم پرداخت کرده بود. من 1 سال رفته و اومده در وینا طبابت گرفتم و تنها سال 2007 فهمیدم که این صاحبکار به من خدمت خیرسو نکرده است. آشنایی و تمام علاقه ها را با ایشان قطع کردم. مفصوف که قبلا برای قلابیش زیر نظارت بوده است توسط صورت حساب به نام من گشوده پولای خود را گذرانیده تجارتش را در تاجیکستان دوام داده، باز چند نفر دیگر را هم فریب داده است. چون پولش را گرفتن نمیتواند هر گونه خبر پهن میکند. من بار توسط این صورت حساب داد و گرفت بانکی نکردم، نه پول وارد کردم و نه گرفته و به جای گذرانیدم و معاین کردن این خیلی آسان است. حالا این صاحبکار در جستجوی بین المللی قرار دارد. یگانه خطای من در آن بود که من همسفر و کفیل خطرکار انتخاب کردم، نقل کرده است قاسم رهبر.
او افزود که بعدا زیر نظارت متخصص دکتر ورزیده و زباندان توجیکی از سال 2007 تا 2017 در آلمان معالجه گرفته، سرایت خون و جگرش پوره شفا یافت. تمام معالجه و طبابت در بایگانی بیمارخانه حکومتی کشور محفوظ است، ولی دست آسیب دیده تا به امروز پوره سیاه نشد. تکه پوره گرانات هنوز هم در تن است. من سرباز وطن و ملت و دولت هستم و لازم باشد برای حفظ مرز و بوم وطن جانم را هم نثار میکنم. در کدام وظیفه‌ای که کار کردم صادق بودم و صادقانه محنت کردم. اگر کار بدی میکردم مرا هیچگاه به وظیفه های بلند نمیگذاشتند. به این ملت و دولت خیانت نکردم و نخواهم کرد، تاکید کرده است قاسم راهبر. قاسم راهبر 3 اکتبر سال 1964 در شهر خوجند در عائله رهبر قاسموف، یک منصبدار بلندپایه آن دوران به دنیا آمده است. قاسم راهبر سال 1986 فاکولته اگرونومی دانشکده خواجگی قشلاق تاجیکستان را ختم نموده است. قاسم راهبر سال 1994 وقتی که همگی 30 سال داشت رئیس ناحیه خوجند و سال 1996 در سن همگی 32 رئیس ولایت سوخت تعیین شد و تا سال 2006 در مقام رهبری ولایت از لحاظ صنعتی پیشرفته ترین تاجیکستان کار کرد. بعد ترک این مقام او تا سال 2008 رهبری حزب حاکم خلقی دموکراتی در ولایت سوخت را به عهده داشت. قاسم راهبر از سال 2008 تا 2015 وزیر کشاورزی و از سال 2015 تا 2022 رئیس کمیته رشد محل، یک اداره وابسته به پرزیدنت تاجیکستان بود. با فرمان پرزیدنت از 27 ژانویه سال 2022 اجرا کننده وظیفه رئیس شهر ایسار تعیین شده است.